این ویدیو قراره مقداری رندوم باشه. سوار اسکوترم. خب آقا ببین، من الان رفته بودم انگشت نگاری. خب بذار اسکوترم خاموش کنم. من از انگشت نگاری برگشتم و حالا یه سری مسائلم قبلش پیش اومده و اصلا اعصاب ندارم. خلاصه برای چی میگم این ویدیو رندومه؟ چون یه حالت ولاگتوره. بعدم میخوام برم یه کاری کنم. آقا دیروز خب وقتی رفته بودم کنترو سنتر، همچین میگم سنتر تو دار زندگی میکنم. بچه‌ها من خوابگاه هم خب میخواستم یه ویدیو هم راجوش بگم و شاید هم بگیرم در آینده که حالا خوابگاه رو نشون بدم ببینین چه مدلیه. ببخشید اسکوترم زیپای گرفتم. میخواستم مثلا خوابگاه رو نشون بدم وقت نشد. اصلا هم که یادم رفته نبوده. خب وقت نشد. فکر نکن. اصلا خیلی نمیدونم، به خدا خیلی راهی هم نیست از خوابگاه تا مرکز. دستم درد گرفت. گفتم از این وری کردم از خوابگاه تا مرکز خیلی هم راهی نیست. خب مثلا یه روبی هست. یادم واسم گونه‌مو بخونم و همزمان با مرد اینجوری چششو با من چرا اینقدر رندوم حرف میزنم؟ جمله اول تو تموم کن برو بعدی. نمیدونم برام خیلی سخته. مثلا خونه قبلیمون خب خیلی حال میداد. روبروش کنات بود، مرکز مثلا یعنی سوپرمارکت بود. چند دقیقه میرفتی اونور یه خرید دیگه میکردی، مثلا وسایل خونه میخواستی، گوش میخواستی، خیلی راحت بود و مثلا میتونستم زیاد خرید کنم بیارم خونه. خوابگاه چون 5 نفری بودیم، الان یه سری از بچه‌ها رفتن چون تابستونه. بعد تابستون هم این حالتیه که شما باید چیز کنیم، یه سری دلیل هایی داشته باشین که بمونیم. حالا ما چون مثلا تو ایرانی هستیم و مثلا گفتیم کشورمون یه حالتیه که خب الان نمیتونیم برگردیم و اینا، فکر کنم قبول کردن. نه که فکر کنم قبول کردن، الان هستن. خلاص موندیم. یه فرمی بود پر کردیم، مثلا یه سری دلایل داشت. اون پایین یه سری مثلا دلیل زده میشه، دلیل پزشکی، دلیل کشوری، از اینجور چیزا. ما قبول کردیم. بعد دیگه خلاصه موندیم و ما 5 نفر بودیم. 5 نفرمون هم ایرانی بودیم. خدایی چقدر خوش گذشت بهمون. خب نمیتونم بگم که بد بود. با هم دیگه بیرون میرفتیم، وقت میگذروندیم، خیلی خوب بود. ولی یه سری مسائل بود. یکی اینکه خب تعداد زیاد بود. دو اینکه یخچال، یه دونه یخچال واسه 5 نفره، یعنی فقط یه طبقه سهم توه و خب خیلی چیزا جا نمیشد برای من تو طبقم. یکی اینکه زیاد نمیتونم خرید کنم. بعد بود راجع به خوابگاه. یکی اینکه مثلا خریدم میکردم زیاد، بعد میذاشتم رو اسکوتر خرکش میکردم. نمیدونم یه ذره تنبلم دیگه آقا، نمیتونم به اون بیارم. ولی از لحاظ مالی خدای خیلی خوب بود. ماهی فکر کنم 180 90 که درصد از بورسیه قرار کم بشه بود. خیلی خوب بود خدایی. مثلا هزینه ها رو خیلی صرفه جویی کرد. نمیتونم بگم الان پول دارم که بگم هزینه رو خیلی صرفه جویی شد. اصلا میبینی هی میپرم، یه حرف رو تموم نمی کنم میرم حرف دیگه. ADHD دارم، HDMI دارم، نه PMC دارم. بعد اصلا موضوع این ویدیو چی بود؟ این که یه ذره با هم حرف بزنیم، وقت بگذرونیم. خب یکی دیگه این بود که یه سری چیزای رندوم چیزانم، یه مثلا بهونه‌ای پیدا کردم که مثلا پولامو به چخ بدم. داگلاس خب یه فروشگاه زنجیره‌ایه که داخلش مثلا لوازم آرایشیه که حتی مثلا برند خودش هم داخلش داره. خب دیروز دیدم که یه سری باکس هایی گذاشته که زده بلایند باکس شانسیای مثلا داگلاسه. من اینجورم که آرایشی بهداشتی مثلا چه چیزی میتونه تو شانسیاش داشته باشه؟ مثلا فقط برای ویدیو میخوام خب، وگرنه خودم مثلا اصراری ندارم که مثلا پولامو سر چیزای چرت و پرت خرج کنم. و یه چیز دیگه بچه‌ها، دیروز یه سری شانسیایی دیدم، شانسی تون سهو، یعنی مثلا اون چیزا بودن که با AI درست شده بودن و ایتالیایی حرف میزدن. نگاه کردم دیروز دیدم شانسیاش هم هست. شاید من بخرم. چرا دارن یه سری چیزا میسازن اینجا بچه‌ها؟ این مسیر قرمزه، بچه‌هایی که میخوان تازه بیان کسی اینجا راه دانشگاه است و خدای قشنگ. من از اینجا رد شدم یادم رفت این مسیر پر از شاتوته. من شاتوت بخورم، تمشک بخورم یعنی. خدا اینو ببینی چیزا چلوه. خدا شنیدم. آره دیگه بریم به سوی هدر دادن پول. اولین ماموریت انجام شد. شانسی اون چرت و پرت ایتالیایی رو خریدم. بریم داگلاس. حقیقتا نمیدونم دارم اسم چیزا رو درست میگم یا نه. اگه اشتباه دارم میگم نمیدونم.
هدر دادن پول به موفقیت انجام شد. 2 تاشو گرفتم. مثلا خیلی گشنمه، بعد خیلی طول کشید کارام و اینا، چون نیاز داشتم مثل قرص و مرس و چیزای دیگه بخرم. اومدم یه چیزی بخورم، شارژ ندارم، ممکنه وسطش یه قطعی و از خونه سر در بیارم. تعجب نکنید. سو گرفتم. یه باستون هست خیلی خوشمزه است. ان شارژ داشته باشم تا اون موقع. خیلی دوستش دارم. خیلی دوستش دارم. خیلی خوشمزه است. اینه اون چیزا روش پنیره، بعد داخلش فارش داره، گوشت چرخ کرده و خامه و اینا. خیلی دوستش دارم. خیلی خوشمزه است. بچه‌ها اینجا خیابون مورد علاقه منه. خیلی دوستش دارم، نمیدونم چرا. بعد یکی از خونه قبلیامون این سمت بود. ما مثلا زیاد از اینجا رفت آمد می‌کردیم. خیلی جا دوست دارم. زیبایی. این همون کوچه‌ای که گفتم، اینجا ویو داره. نمیدونم خیلی این قسمت رو دوست دارم. وای 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 عاشقشونم. یا اکثریتشون خورده شدن یا دورن. من الان دستم میترکه ولی میخوام. کسی اینجا نیست. گوره بابای آبرو بریم بخوریم. من بالاخره زنده رسیدم خونه. وقتی بغض کردن آشغالاست. بچه نگاه کنین روش چند تا چیز میز داره. خب دعا میکنم کاپوچینو حداقل برام در بیاد. بالرین نه کاپوچینو نه، یا حداقل تون 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 سحور. ولی اون فیله با دمپاییه و نمیدونم اینجور چیزا نرسن. اصلا نمیدونم خیلی سبکه. حس میکنم یه وقت داخل چیزی نباشه رفته تو پاچم. نشه داخل چیز یا عدل کرد. ای چقدر زشته. یه چیزی داخلش نبود. چقدر زشته بنده خدا. ای بابا. بریم سراغ داگلاس. انشالله یه چیز خوب باشه بهش رو ببره. اینم رفته باشه تو پاچم خودکشی میکنه. خب اولین چیز یه سری کارت های اینجوری داده. فکر کنم چیز مثل تخفیفی شاید باشه. این که بروشوره طبیعتا، ولی خب این تخفیف 5 یورویی. بعد دیگه بچه راستی یادم بگم من اینو 15 یورو خریدم. خب 20 یورویی و 25 یورویی و اینا هم داشت، ولی خب نمی‌رسید داخلش چیه. گفتم مثلا یه وقت زیاد نخرم برزه پاشم، از ریز شروع کنم. اگه چیز خوبی بود و دوست داشتیم میرم اون یکی رو می‌خرم. یه دونه اینه که بعدا من اینا رو دونه دونه توی ویدیو، یعنی توی قسمت بعدی یه چیز میکنم، میرم در میارم ببینم چیه. من یه ذره سردر نمیارم از چیز آرایشی، ولی چیز جالبیه. بعد این چیه؟ اینم دوباره بروشوری چیزیه. این چیه؟ چیزه فکر کنم لوسیون بدنه. یه دونه دو تا عطر اشانتیون دادن. 2 تاشون داشتن با هم خوبه، بد نیست. حالا اینجوری که نمیشه بو کرد، ولی اینو دوست داشتم. فکر کنم این همونی بود که دم مغازش بود. این خیلی بوش خوب بود. زن داد من با یه دونه هم روش. نمیدونم 15 یورو میارزه یا نه. این روژه فکر کنم گذاشته بود 5 یورو. آره فکر کنم جزو 5 یورو یا بود. اینا هم که اشانتیونه. اینو نمیدونم. با این خلاصه جمعشون شده 15 یورو. جالب بود. نظر رفته تو پاکت فکر شاید قیمتش مناسب باشه. شاید مثلا این خودش گرون باشه، مثلا 10 یورو باشه، بعد مثلا الان پس خوزی خوب. بچه این بوچی بود، دقت نکردم. خیلی بوشو دوست دارم که جیبم بوشو دوست نداره. اینم پاک کننده فومی صورته برای بچه‌هایی که مثلا به روتین پوستی اهمیت میدن. این من نیستن، فکر کنم الان اینا رو بدونن. بعد واسه پاک کننده صورته. اینم که همونطور که گفتم لوسیون بدنه. بعد نیاز داشتم خدای چیزایی افتاد که شانس من نیاز داشتم بهشون. این روژ هم خدا رو شکر رنگش خوبه. میدونی چه ترسناکش بود، چون اونجا آهی که رفته داخل اونجا دیدم مثلا 1-2 تا روژ بود نارنجی بود. روژ سفته هست و عشق ابدی. آره خیلی بد میشد اون میافتاد. اوه چه خوش رنگیه. واسه زومش کنم. آخه پشتش رنگ دیگه چه خوشگله. آدم ننوی
خب حرف دیگه نداری؟ نه تو مشکل ندارم که چرا برو پولمو هدر دادم، ولی من معمولا پولمو هدر نمیدم، میدونی مثلا همه اینا نیازیه. خب ولی ساعتم بهتون نشون بدم خیلی نازه، همه اینا مورد نیاز بود. خب اینا رو بهتون نشون میدم. اینا از مکدونالد در آوردم، هپی میل. اینم همینطور ترکیب این کارتون است و که ندیدم والله پشتای نینجا خیلی باحال. بعد اینا رو از هپی میل یه مدت در آوردم، هر چیز جدیدی میاد دلم خود یه دور بگیرم چیز کنم. نگاه شمانی این فکر کنم هندونه هست شبیه بابا میخنده. بابامه. همین آشغال پاشغال زیاد دارم. اینم بذار اینو بگم بچه ها. خب این خیلی نکته ظریفی داره توش، گرچه فیکه ولی خب داشتم توی علی اکسپرس میگشتم، تازه ریخته بودمش، بلد نبودم و بعد چون تازه ریخته بودمش و اینا گفته بود که میتونی یه چیزی انتخاب کنی، مثلا خیلی چیزا تخفیف میزد. اینو زده بود 89 سنت، بعد 2 تا بود ازش. 2 تا فیکا رو خریدم به قیمت 89 سنت، اصلا رو پاچم نرفت، خیلی هم خوبه. وای چقدر حس عجیبی داره بچه‌ها. اینو خب ذره حالت سوزش داره و میگم چرا بو نعنا میده، یه حس عجیبی داره ولی جالبه، رنگش باحاله، یه ذره حس عجیبی داره.